سلام، پویا هستم از کانال اکسلتون. توی جلسه قبل قسمت‌های پرکاربرد تب هوم رو با هم مرور کردیم. توی این قسمت می‌خوایم سورت اند فیلتر از تب هوم رو کار کنیم و تب‌های اینسرت و پیج لایاوت رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم. خب میریم سراغ قسمت سورت اند فیلتر. سورت اند فیلتر خب همونجوری که از اسمش مشخصه یه سری دیتا رو مرتب میکنه یا یه سری دیتا رو فیلتر میکنه. دو تا کار جداست. این دوتا رو گذاشته توی یه منو به اسم سورت اند فیلتر. خب من تستی یه سری عدد اینجا میزنم، مثلا عدد 1 5 3 7 10 12 11 0 5 6 و 8. یه سری ردیف هم اینجا میذارم، مثلا A B C D E F G H I J K. من به ترتیب و میخوام اینا رو حالا یه عنوانم براش میذارم، مثلا تعداد شهر. اینا رو میخوام به ترتیب از کوچیک به بزرگ برام مرتب کنم. قسمتی که میخوام این کار برام انجام بده انتخاب میکنم، میرم توی سورت اند فیلتر، کاستوم سورت رو میزنم. اینجا توی چند سطح میتونم مرتب سازی انجام بدم، حالا بهتون توضیح میدم. اگه این تیک رو من بذارم و خب همونجور که دیدین من ابتدای کار با سرتیترشون سلکت کردم. اگه اون تیک رو بذارم سرتیتر رو از دیتام حذف میکنه و اینجا به عنوان اسم ستون برام میذاره. اگه این تیکو بردارم دیگه اینم جزء دیتا هم حساب میکنه و اینم میاره توی مرتب کردن و اسمش هم میذاره کلمن A و کلمن B، یعنی ستون A و ستون B. اینو من تیکشو میذارم و میگم روی تعداد از کوچیک به بزرگ برام مرتب کن. خب این کار رو برام انجام میده. 0 1 3 5 5 6 7 8 10 11 12. خب حالا من 2 تا 5، حالا اینا رو از عمد گذاشتم، 2 تا 5 گذاشتم. میگم آقا اینایی که مشابه همن دوباره توی ستون شهر اینا رو مرتب کن. میام چیکار میکنم؟ میام دوباره کاستوم سورت انتخاب میکنم، یه لول دیگه بهش اضافه میکنم، دیگه سورت بای تعداد. بعد از اون اگه تو تعداد با هم مساوی بودن شهر رو از Z به اینو برام مرتب، جای آی و بی رو برام عوض میکن. خب اینم برای بحث سورت بود. فیلتر کاربردش اینه که ما میتونیم یه سری دیتا ها رو برای خودمون فیلتر کنیم. سطری که توش عنوانمونه رو انتخاب میکنیم، این گزینه سورت اند فیلتر رو میزنیم، فیلتر رو انتخاب میکنیم، یه فلشی میاد کنار داده ها. این فلش فیلترمونه. روش که کلیک کنیم میتونیم انواع اقسام فیلترها روش بزنیم. روی اینجا هم میتونیم سورت بزنیم، ولی خب اون سورت دیگه کامل تر بود که بهتون گفتم. مثلا من میگم عددهای 5 رو برام فیلتر میکنه برام. یا مثلا میگم عددهای بزرگتر از 3 رو برام فیلتر میکنه به راحتی. با انتخاب سلکت آل فیلتر از بین میره. خب نشونه ای که داده هامون فیلتره چیه؟ مثلا من این چند تا گزینه رو انتخاب میکنم. ما میتونیم چند تا گزینه رو انتخاب کنیم برای فیلتر. اوکی میزنم. اگه دقت کنین سطرمون رنگش آبی رنگ میشه، یعنی اینکه دیتا هامون فیلتر هست، بینش یه سری دیتا هست که نمایش داده نمیشه. ولی وقتی که دیتا کامل نمایش داده بشن این سطرها مشکی رنگ میشن و مثل قبل. بخوایم این فلش رو هم برداریم به راحتی میتونیم انتخابش کنیم و این فیلتر رو حذفش کنیم. خب میرم سراغ تب اینسرت. تب اینسرت رو هم
نکات مهمش رو کار کنیم با هم و بعد از اون بریم سراغ تبای بعدی. تو تب اینسرت اینجا میتونیم عکس اینسرت کنیم، یکی داخل سلول یکی هم بیرون سلول. فرقش چیه؟ ما داخل سلول که عکس، حالا عکسایی که خود مایکروسافت گذاشته برامون، مثلا این فرقی نمیکنه، همین رو اینسرت کنیم میاد داخل سلول. من این سلول رو بزرگ یا کوچیک کنم، این عکس هم من باهاش تغییر اندازه میده و کل سلول هم میپوشونه. بزنم place over cells، اینجا دوباره استاک ایمیج، مثلا این دفعه این دیگه بیرون از سلول هست. ما هر کاری دوست داشته باشیم میتونیم جابجاش کنیم، زیاد چیز سختی نیست دیگه، خیلی جا هم به کار میاد. یه سری شیپ داره، این هم دوباره شکل‌های مختلف ما میتونیم اینجا اضافه کنیم و خب دقت کنین ما هر شیپی یا ایمیجی چیزی اضافه میکنیم یه دونه تب به این تب اضافه میشه. این تب تنظیمات همین شکله، وقتی من روش کلیک کنم این تب برام میاد. اینجا میتونم فونتش رو عوض کنم، شکلش رو عوض کنم، رنگاش رو تغییر بدم، مثلا بزنم بک‌گراند نداشته باشه یا بک‌گراندش آبی باشه، خط دور نداشته باشه، مثلا فقط رنگ باشه. انواع اقسام کارا رو میتونم روش انجام بدم، چیز خاصی نیست. این هم انواع اقسام شکل هاست. میرسیم به بخش بعد، چارت ها. کلا این سه قسمت یه جلسه کامل جدا میخوان که من ترجیح میدم. حالا سیستم کانال اینجوریه که آموزش اکسل توی پروژه های مختلف تعریف میکنیم، پروژه رو 0 تا 100 با هم دیگه انجام میدیم، این نمودارا هر جا به کار اومد استفاده میکنیم و قطعا من پروژه انتخاب میکنم که این نمودارها هم به کار بیاد. پس اینو میذاریم برای جلسه ای که ما نیاز بود که نمودارها رو با هم کار کنیم. قسمت هم که مثل ورده، یا یه سری تکست داره آماده، میتونیم اینسرت کنیم، اینجا متنمون رو بنویسیم، مثلا یک یا اکسل. این متن رو دوباره میتونیم تغییر بدیم هر جوری که هست، کلا بیشتر برای زیبایی. خب این ست رو هم ما تا حدودی یاد گرفتیم. بریم سراغ پیج لایوت. تو پیج لایوت ما قرار نکات مربوط به پرینت و محدوده پرینت و اینا رو با هم دیگه کار کنیم. من وقتی کنترل پی رو فشار بدم صفحه پرینت هم میاد، چیزی که داره پرینت میگیره به هم نشون میده. بعد وقتی بک رو بزنم یا اسکیپ رو بزنم یه سری نقطه شین اینجا برای من ظاهر میشه. اینجا به قولی محدوده ایه که برای من صفحه بندی کرده، یعنی اینجا تا این پایین یه صفحه است، از این طرف این یه صفحه جداست، این زیر دوباره یه صفحه است، به همین ترتیب میره تا پایین. حالا من اینو میذارم اینجا باشه، وقتی پرینت میگیرم نصفش میفته تو این صفحه، نصفش تو این صفحه. برای اینکه اینجا بیفته من میتونم روی این نقطه چین حساب کنم و اینا رو جا بدم داخل نقطه چین. حالا یه وقتی پیش میاد من میخوام این حاشیه‌ای که اکسل برام گذاشته رو یه ذره بزرگترش کنم، یعنی این نقطه چینه به جای که اینجا باشه یه ذره مثلا بعد از ستون آی باشه. اینجا یه گزینه داره به نام مارجینز که میتونی انتخاب کنی از مارجینز هایی که خود اکسل برامون دیده یا هم از کاستوم مارجینز استفاده کنی. حالا من مثلا این رو نارو میکنم، همونطوری که میبینی یه دونه نقطه چینم رفت اینجا. این یعنی چی؟ یعنی فاصله
متنی که برام یا جدولی که برام تولید میکنه تا لبه های کاغذ. این رو میتونم گزینه کاستوم مارجینز رو انتخاب کنم و اینجا این اعداد رو با دست هر جوری خودم دوست دارم، مثلا اینو بکنم 1/10، اینم بذارم 1/10 و از بالا پایینم نیم سانت. یه گزینه مهمی داره اینجا به نام Center on Page. خب من اینو که اوکی بزنم، شما نگاه کنین پرینت که میگیرم دیتا هام رو یه گوشه برام. حالا من میام و تو این قسمت هوریزونتال رو انتخاب میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکی میزنم، کنترل پی که بزنم، همونطور که میبینید این جدولی که برام درست کرد، حالا متنی که برام درست کرد رو از دو طرف به یه اندازه فاصله داد و وسط برام گذاشت. میام این دفعه به جای اینکه هوریزونتال رو بذارم، این رو برمیدارم، ورتیکال رو میذارم. همونطور که میبینید اینجا هم نشون میده چه اتفاقی میفته. من این تیکو که بذارم این از سمت چپ و راست وسط میره، ورتیکال رو که بزنم از سمت بالا پایین وسط میره. حالا ببینیم چی میشه دیگه. اوکی بزنم، الان دوتا شد، تیک زد. اوکی بزنم، هم از سمت چپ و راست برام وسط چین شد، هم از بالا و پایین. اینم از گزینه کاستوم مارجین. ما معمولا روی هوریزونتال میذاریم باشه. اوکی رو میزنیم. این سایز کاغذه. سایز کاغذ رو اینجا انتخاب میکنیم، مثلا آچار، چیز خاصی نداره. پرینت ایریا، مثلا من یه سری داده دارم، نمیخوام همش رو پرینت بگیرم، میخوام یه قسمتیش رو پرینت بگیرم، مثلا همین یه تیکه جدول رو میخوام پرینت بگیرم. به راحتی انتخابش میکنم، ست پرینت ایریا رو میزنم. الان میبینی این نقطه شینایی که این اطراف بود تمام حذف شد و یه خط کامل اینجا برام گذاشت. من اینو که کنترل پی بزنم فقط این جدول رو برام پرینت میگیره. به راحتی میتونم با انتخاب پرینت ایریا، کلیر پرینت ایریا، پرینت ایریامو حذف کنم و مجدد برگرده سر جای خودش. بک‌گراندم که پشت صفحه، یه وقتی ما میخوایم واترمارک یا چیزی کار کنیم میتونیم از بک‌گراند استفاده. یه گزینه خیلی کاربردی که داره پرینت تایتل هست. خب من یه جدول اینجا میکشم، مثلا جدولم چندین صفحه است. این جدولم یه سریش پر شده، یه سریش هم پر نشد. کنترل پیو که بزنم، همونطور که میبینین صفحه اول اوکی، صفحه دوم که میریم این تیتر شهر و تعداد برام اینجا چاپ نمیشه. میتونم بیام توی پیج لایوت، پرینت تایتل، اینجا قسمت را تو ریپیت ات تاپ، این رو انتخاب کنم، اینجا رو انتخاب کنم و اینتر رو بزنم. اوکی که بزنم این قسمت به صورت کامل توی صفحاتم تکرار میشه. یعنی ما بریم صفحه بعدی، این اکسلتون هست، این شرح و تعداد هم توی تمام صفحات ظاهر میشه. میرسیم به این گزینه. این گزینه هم از گزینه‌های کاربردی اکسل. خب یه وقتی هست من مثلا دوست دارم دادم همینقدر به قولی پهن نوشته شده باشه ولی توی یه صفحه هم باشه، دلم نمیخواد اینو ببره توی صفحه دیگه. به راحتی میتونم از عرض اینو بزنم و بهش بگم توی صفحه اینو برای من جا بده. همونطور که میبینید خطوط راهنمای پرینت ما از این جهت حذف شده و اینجا یه اسکیل خودش به صورت اتوماتیک برای ما اسکیل داده. یعنی اومده گفته خودش حساب کرده، دیده که اگه اسکیل رو بذاری رو 84% داده ما از سمت عرض توی صفحه جا میشه. همونطور که میبینی من پرینتو که میگیرم یه ذره دادم کوچیک‌تر شد ولی جا شد توی صفحه. اگه بخوام از ارتفاع هم توی صفحه جا بشه، دوباره روی این قسمت کلیک میکنم و از ارتفاع هم میزنم توی صفحه جا بشه. دیدین که دوباره اسکیل رو کمش کرد و 35%ش کرد و حالا احتمالا ما پرینت بگیم خیلی ریز میفته چون جدول ما خیلی بلنده، ولی باز هم توی صفحه جاش داد.
دوباره با برگردوندن این به حالت اتوماتیک و این گزینه به حالت اتوماتیک، این اسکیل باز میشه و ما میتونیم اسکیل رو دستی بکنیم 100% و به حالت اولیه اینو برگردونیم. گزینه بعدی گزینه شیت رایت تو لفت هست. این گزینه اگه براتون وجود نداره باید کیبورد فارسی رو به ویندوز اضافه کنین تا این گزینه براتون باز بشه. این هم میاد شیت رو از راست به چپ برام میذاره. ما خب معمولا برای طراحی شیت های فارسی ما باید این رو فعال نگه داریم که داده هامون از راست به چپ دیده بشه. پس با این گزینه ما میتونیم شیتمون رو از راست به چپ یا چپ به راست تنظیم کنیم. خب برای اینکه تایم ویدیو هم زیاد نشه و شما هم خسته نشین، تب دیتا رو میذاریم برای جلسه بعد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا جلسه بعد، خداحافظ.